نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. اجازه بدید تشکر بکنم از دوست گرامی سایه سحر. طنزی که فرستاده بودید عالی بود، دستون درد نکنه. کاریکاتورها هم که حرف نداشتن. ABC خیلی ممنونم بابت مطلب طنز جالبی که فرستاده بودین. امیر هوشنگ از هلند عکس جالبی از یک نمونه دجالگری آخوندها تحت عنوان امامزاده سیار برامون فرستاده. تشکر میکنم از یاران و پشتیبانان همیشگی پیک شادی، کریم مرادی، دوست گرامی شیرین، ناصر احمدی، مجید ساعتچی، پاتریس، علی نژادی، علیرضا افشارچی و سایر دوستانی که مثل همیشه ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن. آدریان عزیز، خوشحالیم که کلیپ‌های این هفته پیک شادی مورد توجه قرار گرفت. کلیپ علی خمارم رو هم که خواسته بودی برات ارسال میکنیم. به سایر دوستانم که باهاشون در ارتباط هستی سلام ما رو لطفاً برسون. محمد عزیز یا عسل تبریز، قطعاتی که فرستاده بودی عالی بودن، برخیشون که مورد استفاده قرار دادیم که حتما دیدی. امیدوارم که باز هم در ارتباط باشیم و باز هم از کارهای قشنگت استفاده بکنیم. دوست عزیز رها، ممنون از طنزهای کوتاه ولی بسیار جالبتون. پریسا رستمی، خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستید. امیدوارم که شایستگی لطف شما رو کسب بکنیم. مسعود کنوز نوشته احتمالاً آخوندا برای مقابله با پیک شادی داستان امام مقوایی رو راه انداختن و خواستن اینطوری در زمینه طنز ابتکار عمل رو خودشون به دست بگیرن. علی عزیز از تهران، ممنونم از ایمیل پرمحبتت. در مورد سوالاتی که مطرح کرده بودی به روی چشم جواب همه رو برات میفرستیم. خیلی خوشحالم که به جمع دوستان پیک شادی پیوستی. پدرام از همدان، ممنون از شعر طنزت، منتظر کارهای بعدیت هم هستیم. دوست گرامی سیما تیموری درخواست کردن که قطعه طنزی در مورد دلقک رژیم آخوند قرائتی درست بکنیم. چشم، حتما با طنزپردازان پیک شادی در این زمینه کار میکنیم.